طراحی واقعا ساده است رفقا و هر کسی تو کوتاه‌ترین زمان میتونه به یه طراح خوب تبدیل بشه. توی مجموعه آموزشی ما قرار چیزای خیلی ساده رو به صورت سریع با همدیگه مدل بکنیم تا شما یاد بگیرید چطوری میتونید هر چیزی رو که دوست دارید طراحی بکنید. تو این قسمت هم قرار بریم و اینو با همدیگه مدل بکنیم. بریم مدلش کنیم. طراحی فقط تو 30 ثانیه. روی تاپ کلیک میکنیم، میایم از گزینه اسکچ رو انتخاب میکنیم. بر اساس ابعادی که اینجا داشتیم یعنی 53 و 110 عددمون رو تایپ میکنیم. میایم این گزینه فیچرز رو میزنیم، باز اکسترود رو میزنیم و طولی که داشتیم یعنی 200 رو براش وارد میکنیم. و تمام.